عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. متفق عليه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: انجام دادن عمره تا عمره دیگر بین این دو مغفرت گناهان است. حج مبرور یعنی به درگاه خداوند مقبول، ثوابش تنها جنت است. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کی ماه شریف رمضان را از روی ایمان و امید ثواب روزه دارد، گناهان گذشته او مغفرت کرده می شود. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. متفق عليه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: خمیازه کشیدن از شیطان است. یعنی شیطان دوست می دارد که انسان را در حالت خمیازه کشیدن بیند، زیرا در این حالت شکل انسان تغییر می یابد. پس اگر کدام از شما خمیازه کشید، چقدر که تواند از خمیازه کشیدن خودداری کند. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم لا يفطر. متفق عليه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر کسی برای کمک و حل مشکلات بیوزن و مسکین سعی و تلاش میکند، ثواب او مثل کسی است که در راه خدا دفاع میکند، و یا مثل ثواب شخصی که شب زنده‌دار به عبادت و روزدار میباشد. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. از ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: هر مصیبتی که به بنده مسلمان میرسد، مانند خستگی، بیماری طولانی، اندوه، ضیقی، شکنجه و آزار، غم و حتی خاری که به پای او میخلد، الله تعالی به سبب این مصیبت ها گناهش را، یعنی گناهان صغیره اش را محو و نابود میسازد.